روزی به رهی مرا گذر بود، خوابیده به ره جناب خر بود. از خر تو نگو که چون گهر بود، چون صاحب دانش و هنر بود. گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که وضع باشد عالی. گفتم که بیا خری رها کن، آدم شو و بعد از این صفا کن. گفتا که برو مرا رها کن، زخم تن خویش را دوا کن. نه ظلم به دیگری نمودیم، نه اهل ریا و مکر بودیم. دیدی تو خری کشد خری را، یا آنکه برد ز تن سری را؟ دیدی تو خری که رشوه خوار است، یا بر خر دیگری سوار است؟ دیدم سخنش همه متین است، فرمایش او همه یقین است. گفتم که ز آدمی سری تو، هرچند به دید ما خری تو. بنشستم و آرزو نمودم، بر خالق خویش رو نمودم. ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت.